هملت جزو آثار کدوم نویسنده است؟ الکساندر شکسپیر. کاملا درسته. جدی میگی؟ فقط الکساندر نیست ولی آره. جدی شکسپیر؟ آره شکسپیر. به خدا باورم نمیشه. به خدا شانسی گفتم. سوال بعد. پسته سوغات کدوم شهر ایرانه؟ کرمان. دامغان. کرمان درسته. من دارم میسوزم. اسم دیگه 100 سال چیه؟ یه قرن. درسته. مادرم هم نگه نمیشه. داره تقلب. خود من برای این کافه کار میکنم، میشه داره کار میکنه. بزرگترین دریاچه روی کره زمین چیه؟ خزر. اول آقا گفتم ببخشید. بگی. خب اسم شخصیت کابوی انیمیشن داستان اسباب بازی چیه؟ خدا که بلدم، میدونم که زبونمه. وایسا. اصلا ندیدم. باز لایتیه رو یادمه. خوش بازی میکنم. نمیدونم. چیچی گاوچرون بهش میگفتن. آها لوک نه. لوکه. نه اون لوک. نه اون که لوک خوش شانسه. وو وودی. درسته. طول ضرب در عرض فرمول اندازه‌گیری چیه؟ مربع. مساحت. درسته. خب کامبک نخورید. چه کسی جاذبه رو کشف کرد؟ نمیدونم. وایسا سیب افتاد تو سرش. انیشتین. نه انیشتین نه بابا، سیب افتاد تو سرش خوابیده بود زیر درخت. نیوتن. نیوتن. خانم گفتم بریم. دو تا اومد؟ تقلب باشه تقلب. ولی من نیوتن رو زودتر گفتم. قبول نیست. تقاضا ویدیو چک داره. بیشترین تعداد قهرمانی جام جهانی مال کدوم کشوره؟ برزیل. برزیل. ایران گفتین؟ دست گلتون درد نکنه. خب سریع‌ترین حیوان خشکی؟ یوز بلند. چه پول نداشت؟ اسب بودش. گرای. من عوض بخوام بردم ولی به خدا هم نبودیم.